جناب استاد موضوع ای است که من حیث یک افغان اسم مثال از احمد اگر استاده شوم و بگویم از وطنم دفاع میکنم از این مرزهایی که برای ما انگلیس کشید از این دفاع میکنم آیا این به عقیده ما مشکل داره یا نه؟ ما چند روز قبل از استاد یک استادی هست استاد دانشگاه هم بود اسمش فراموشم شده از او شنیدم که ظاهر دایی استاد ظاهر دایی گفت اگر ما بگوییم که از این مرزها دفاع میکنیم گفت این در عقیده ما مشکل ایجاد میکنه. این مرزها را به خاطر که اسلام حد و مرز نداره، در اسلام پاسپورت نیست. گفت در زمان خلافت حضرت عمر و بقیه خلفات مثلا عثمانی ها گفت کلمه تو پاسپورت هم بود ویزیت هم بود و در اسلام حد و مرز نیست. اگر من ساده شوم بگویم از این خط و مرز دیورند دفاع میکنم آیا این در عقیده ما مشکل داره؟ آیا این درست هست یا نیست جناب استاد؟ همین موضوع را خیلی روشن کنید. من پشت خط هستم، بعد یک سوال دیگه هم دارم بعد از حضورتون مرخص میشه. بله ببینید برادر عزیز و گرامی، این که ما میگیم که اسلام مرز ندارد این حقیقت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که مسلمان ها مانند یک جسد هستند. درست؟ مانند یک جسدی هستند که اگر عضوی از این جسد به درد بیاد همه بدن با او چی میکنه؟ همراهی و همدلی میکنه. انما المؤمنون اخوه آیه قرآن کریم است. همه مسلمان ها برادران همدیگر هستند. اما اینکه امروز مثلا شما یا یک افغانی، یک تاجیکی، یک ازبک، یک ترک، یک ایرانی، یک پاکستانی بگوید که من از این دیار خودم، از این کشور خودم در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل دشمنان دینم دفاع می کنم، هیچ منافاتی با دین و با عقیده ندارد. اما اینکه این مرزها را ما جزئی از عقیده خود ما بدانیم، این مرزها را جزئی از دین بدانیم، این درست، این به اصطلاح با عقیده صحیح، با اسلام صحیح منافات داره. چون که این مرزها رو الله سبحانه و تعالی قرار نداده. این مرزها رو دشمنان اسلام برای ما تحمیل کردن. همین که خط دیروان میگیم، بله، همین که خط دیروان میگیم، این خط رو کی درست کرد؟ یک شخصی به نام دیروند بود که این میخواست یک منطقه متنازع علیه بین هند و بین افغانستان وجود داشته باشد که بعداً پاکستان در اونجا تأسیس شد که هر موقع خواستن این منطقه رو یک فتیله جنگ بین دو کشور قرار بدن و این مناطق متنازعی در بین اکثر کشورها، بین ازبکستان و تاجیکستان، بین افغانستان و ازبکستان، بین افغانستان و ترکمنستان، بین ایران و افغانستان، بین اکثر کشورها گذاشتن و هر وقتی که خواستن اینا رو میتوانن که توسط اون یک جنگی رو در اونجا شعله ور بکنن. اما این که مثلا من امروز پاسپورت فلان کشوری رو دارم و این کشور رو به عنوان وطن خودم میدانم، این هیچ منافاتی با عقیده و با دین و با توحید ندارد. استاد دایی و همفکرانشان یک کمی در این زمینه مبالغه میکنن برادر عزیز. یعنی جناب استاد الان مثال زنده بدیم، الان بیایم داخل موضوع. طالبان اومدن گفتن ما جهاد میکنیم. من حالا شاید جاهای کمی باشه که بتونیم حرف بزنیم. من اینجوری بگم که اینا با مسلمان جنگیدن که یک کشور رو فتح کنن، با سربازای خودمون جنگیدن. ما خیلی شاهد بودیم سربازای خودمون بیشتر از آمریکایی اینجا شهید میشن، طرف میشن. حالا اینکه عقیده بعضی است که نه شهید نشدن، نه این بر شهید شدن، اون بستگی به عقیده همون آدم داره. اون آدم اگه استاده شده باشه برای این که من برای مقام و مال و فلان بجنگم، این بس فرق میکنه. ولی یکی استاده شده باشه من برای مثلا اسلام و خدا میجنگم، اینم بحثش فرق میکنه. الان این طالبان اومدن جنگ کردن، این ساحه رو گرفتن و جهادشون تموم شد. جهادشون تو افغانستان تموم شد. مگه این جهاد شمرده میشه جناب استاد؟ این جهاد فقط تو همین خط دیورندی که شما گفتین، دیورندی که آدم بود از انگلیس، شما بهتر از من معلومات دارید، همین خط دیگه تموم شد. اینا جهادشون بس متوقف شد. آیا این جهاد شمرده میشه یا نمیشه استاد؟ ببینید وقتی که طالبا با نیروهای آمریکایی و ناتو و همپیمانانشان در افغانستان می جنگیدن، این جهاد بود. چرا؟ کشور مورد اشغال دشمنان اسلام و کفار قرار گرفته بود و اونها یک حکومتی رو در اینجا تأسیس کردند که از منافع اونها دفاع بکند. کرزی رو از کجا آوردن؟ بله. کرزی رو از آمریکا آوردن. افغانستان بله. این
اشرف غنی گفتم جناب استاد از آمریکا اومد دیگه. اشرف غنی کرزی این حکومتی که 20 سال در افغانستان حکومت کرد، آیا این یک حکومت مستقل بود، یک حکومت مردمی بود، یک حکومت اسلامی بود؟ نبود. اگر یک حکومت مستقل و مردمی می بود، یک شب فرار نمی کردن از افغانستان. هیچ پایگاه مردمی نداشتن و در پشت سر اینها کفار بودن و هر کسی که با کفار همکاری بکند در اشغال سرزمین های اسلامی، حکمش حکم همان کفار است. چون الله سبحانه و تعالی می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم. کسی که از شما با آنها دوستی می کند، با آنها همکاری می کند، او هم از جمله آنها محسوب می شود. من کاری به مجموعه و یه حزبی به نام طالبان یا غیر طالبان ندارم. هر کسی که در مقابل اشغالگر، در مقابل کفار می جنگد، این جهاد است. چون که سرزمین آنها را، خاک آنها را، وطن آنها را وقتی کفار اشغال می کنند، جهاد بر همه زن و مرد در این مملکت فرض می شود. برادر عزیز، ببین جناب استاد، الان این چند موضوع رو میگیم. یک موضوعی که یک دفعه قاطی میشه، ایرانی میشه، دفعه افغانی میشه. یک موضوعی که استاد میگن هم بودن. خب رسول الله با یهود هم پیمان داشت، چی مشکلی نیست که مثلا یک کسی که هم پیمان بود او را بکشیم. این یک موضوع دیگه ما از زمان یک لحظه میبخشید. همینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا در جایی که رفتن با کفار پیمان بستن، آیا کفار را آوردن در مدینه حاکم کردن در سرزمین مدینه، یا نه به خاطر مصلحت‌های سیاسی، نظامی، امنیتی یا اجتماعی پیمان بستن با کفار؟ مثلا با بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، قبایل یهودی که در مدینه بودن، با اونها پیمان دفاعی داشتن، به این معنی که اگر یک دشمن مشترکی به مدینه حمله بکند، آنها در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن دشمن می جنگند. نه اینکه دشمن را آورده باشند، یهود را آورده باشند در مدینه حاکم کرده باشند. رهبران ما رفتن در بن افغانستان رو دو دسته با آمریکا چیکار کردن؟ تقدیم کردن. این در هیچ جای شریعت دین، در شریعت اسلام در هیچ جایش جا ندارد. برادر عزیز بفرمایید، ادامه بدید. حالا در یک بحث دیگه استاد، من خودم یک شخصی هستم که تقریبا اگه اشتباه نکنم 8 ماه داشتم که تا امریکایی اومد در افغانستان و 20 سال من زیر سلطه امریکایی بزرگ شدم، مکتب خواندم، حتی تا صنف 3 پانتون، شما بهتر میفهمید، صنف 3 پانتون خواندم. من در زیر پرچم آمریکایی، در زیر این آمریکایی بزرگ شدم. چرا عقیده من خراب نشد؟ چرا من مسیحی نشدم؟ الان از نظر طالبان کشتن من هیچ مشکلی نداشتن، انتحار میکردن، میسن. اگه من میمردم امروز خدا خواست که من زنده باشم، من میمردم هیچ مشکل نداشت. آیا جهاد سر من رواست؟ آیا کشتن من روا بود در اینجا؟ نه ببینید، اولا اینکه